سلام. بارها شنیدیم که فلانی داشت راه میرفت یهو لگنش شکست و افتاد، یا طرف داشت کار میکرد یهو مچ دستش شکست. و این بدترین اتفاقیه که ممکنه برای هر کسی بیفته. غافل از اینکه این بنده خدا دچار پوکی استخون بوده و سالها این بیماری با طرف بوده و متوجه نشده. چرا؟ چون حواسش به خودش نبوده. ممکنه شما دچار پوکی استخون باشید بدون اون که از بیماری خود اطلاعی داشته باشید و همین سببه که پوکی استخون بیماری خاموش نامیده میشه. در مراحل اولیه بروز پوکی استخون علائم اون به ندرت ظاهر میشه که این ظاهر نشدن علائم تشخیص بیماری رو دشوار میکنه. روز جهانی پوکی استخوان اولین بار در سال 1996 توسط بنیاد ملی پوکی استخوان بریتانیا برگزار شد. از سال 1998 هم بنیاد بین المللی پوکی استخوان مسئول برگزاری و هماهنگی جهانی این روز شد. هر سال هم شعاری جهانی برای این روز تعیین میشه تا تمرکز روی یک جنبه از پیشگیری یا آگاهی باشه. مثلا در سال 2023 شعار این بود: استخوان‌های قوی‌تر بسازیم. در سال 2022 برای سلامت استخوان قدم بردار. در سال 2021 برای سلامت استخوان دست به کار شو. و امسال 2025 شعار رسمی روز جهانی پوکی استخوان هست It's unacceptable، یعنی قابل قبول نیست که میلیون ها نفر در سراسر دنیا از پوکی استخوان رنج ببرن بدون اینکه به موقع تشخیص داده بشن یا درمان بشن. یعنی قابل قبول نیست افراد بعد از شکستگی درمان نشن. قابل قبول نیست مراقبت از بیماران نادیده گرفته بشه. قابل قبول نیست که جوامع از اهمیت تغذیه، ورزش و ویتامین دی بیخبر بمونن. و قابل قبول نیست که این بیماری همچنان خاموش باقی بمونه. روز جهانی پوکی استخوان یادآوری میکنه که سلامت استخوان ستون زندگی ماست. برای اینکه از این بیماری آگاهی بیشتری پیدا کنیم خدمت یک روماتولوژیست رسیدم و ایشون برای من توضیح دادن که پوکی استخوان کلاً چیه و پیامشون برای روز جهانی پوکی استخوان چی بود. ببینید. سلام عرض کردم. من دکتر محسن ترابی، جراح ارتوپد با سابقه 33 ساله در امر جراحی، در مورد سوالی که فرمودید در مورد پوکی استخوان، قبل از اینکه موضوع رو کاملا توضیح بدم، موضوع اول تکامل انسان هاست. استخوان ها یک کیفیتی دارند که در دوران رشد به تدریج قدرت و استحکام اونها بیشتر میشه. به تدریج که سن بالا میره استحکام این استخوان ها کاهش پیدا میکنه، طوری که در افراد مسن به علت کاهش غلظت و تراکم استخوانی کیفیت استخوان پایین میاد و مستعد به شکستگی میشه. در اصل پوکی استخوان یک روند تکاملی طبیعی خواهد بود. چه در خانم ها و چه در آقایون اتفاق میفته. در خانم ها سیر سریعتری خواهد داشت به خاطر اینکه دوران یائسگی تأثیر بسزایی در تکامل این پوکی استخوان خواهد داشت. لذا از کلمه پوکی استخوان هرگز نباید بترسیم. بدانیم که پوکی استخوان یک روند تکاملی هست. اما اینکه پوکی استخوان روند غیر تکاملیش چه زمانهای اتفاق میفته و ما نگرانش هستیم، میتونه به علت بیماری‌های مختلف به وجود بیاد. نارسایی‌های کلیوی، نارسایی‌های کبدی، نارسایی‌های گوارشی میتونه و خیلی بیماری‌های متابولیک میتونه باعث بشه که روند این سیر طبیعی کاهش کیفیت استخوانی رو تسریع بکنه و در سنهای پایینتر این اتفاقات بیفته و استخوان ضعیف بشه و کیفیتش بیاد پایین. و در این صورت ما باید بیماری اصلی رو درمان بکنیم و در ضمن کیفیت استخوان رو ببریم بالا با داروهای مناسب. اون چیزی که در روند اجتماعی ما وجود داره و روند تکاملی هست که نگرانی برای خیلی از خانم ها و آقایون خواهد بود، مربوط به روند تکاملی کاهش کیفیت استخوان هستش.
این نگران کننده نخواهد بود به شرط اینکه ما در طی دوران زندگیمون ورزش بکنیم، از مواد غذایی مؤثر و خوب استفاده بکنیم، عضلات بدنمون رو تقویت بکنیم. هر چقدر این کارها رو خوب انجام بدیم، این روند تکاملی کاهش کیفیت استخوان به تأخیر خواهد افتاد و ما میتونیم بهتر زندگی کنیم، دردهامون کمتر بشه و بتونیم ورزش خوب و بهتری انجام بدیم. خلاصه قضیه در روند تکاملی کاهش کیفیت استخوان، به اصطلاح استئوپروزیس و یا پوکی استخوان در جامعه‌ای که عنوان میکنن، همه وابسته به این نحوه تغذیه‌مون، نحوه ورزشمون و نحوه استفاده از اندام‌هامون خواهد بود. اگر وزنمون رو کم بکنیم، اگر ورزش مؤثر و مداوم داشته باشیم، اگر عضلات بدنمون رو تقویت کنیم و اگر کیفیت استخوانی خوبی داشته باشیم، در سنهای بالا هم نباید از پوکی استخوان ترسیده بشه و جای روند خاصی نخواهد بود. لذا کسانی که وزنشون زیاده، کسانی که ورزش نمی کنند، در این روند تکاملی سنی قرار می گیرند، زودتر دچار پوکی استخوان خواهند شد و زودتر دردهای استخوانی به سراغشون خواهد اومد. در کشور ایران با توجه به اینکه گرفتاری‌های اجتماعی بسیار بالا هستش، افراد جوان تمایل به ورزش دارن. افراد که سنشون بالا میره، این تمایل کمتر میشه و دردهای استخوانی بیشتر سراغشون میاد. تغذیه در ایران نقش بسیار مهمی رو داره. متاسفانه ما تغذیه تأخیری بسیار زیادی داریم و اون روند غذاهای هلسی فود، غذاهایی که سلامتی برای ما ایجاد میکنند رو استفاده نمی کنند. در نتیجه شیوع پوکی استخوان در ایران روز به روز بیشتر خواهد شد و علت مهم اون تغذیه نامناسب، عدم ورزش، استرس و گرفتاری‌های اجتماعی هست که مرتباً درگیر این گرفتاری‌های اجتماعی خواهند بود. پیام من در روز جهانی پوکی استخوان اینه که اولا نترسید. پوکی استخوان چیزی بیماری ناتوان کننده نیست. اگر در سنین میان سالگی هستید، برید سراغ ورزش، کاهش وزن، تقویت عضلات، رژیم غذایی مؤثر و کافی و کاهش استرس ها. اگر به سن بالا رسیدید و سن پیری هستید، در اینجا باز همین روش ها رو انجام بدید و داروهای تکمیلی کلسیم استفاده بکنید. لذا این بیماری پوکی استخوان یک روند نگران کننده و ناتوان کننده نیست، به شرطی که هم از دوران نوجوانی فکرش باشیم و اگه به دوران پیری رسیدیم از مکمل ها استفاده کنیم و همچنان ورزش و کاهش وزن رو هم کنارش داشته باشیم. هر سال میلیون ها نفر در سکوت از پوکی استخوان آسیب میبینند. اما آگاهی اولین قدم برای تغییره. پس از امروز برای سلامت استخوان خودتون قدم بردارید. با تغذیه سالم، نور آفتاب، ورزش منظم و چکاپ دوره‌ای میتونیم استخوان‌هامون رو قوی نگه داریم. اجازه ندید پوکی استخوان آینده شما رو غم انگیز کنه. اگه این ویدیو برات مفید بود، اون رو با دیگران به اشتراک بذار. شاید همین آگاهی از یک شکستگی جلوگیری کنه. سالم و شاد.